دریا کامل پلاستیک خشکه. سیستم صوتی خداییش من که انقدر علاقه دارم به سیستم و اینا خداییش خوب بود. ESPشه. یکی از آپشنایی که من اضافه کردم این بکلایت فرمونه که خیلی خدایی جذاب و باحاله. کلاسترش هم باحال، رنگاش عوض میشه، آرم هم عوض شده. ببین کلا پلاستیک خشکه. سیستم صوتیش هم یه باند پایینه، یه تیوتر بالاشه که صداش هم خدایی خوبه. لیور دنده و خوبه، من که خوشم اومد. این کنسول هم که اگه میبینین 2 مرحله‌ایه، اگه معلوم بشه یه مرحلهشه، اینم 2 مرحلهش که فضای بدی نداره. بیشتر اینکه اندازه خوبی داره، آرنج رو خیلی راحت میتونی روش بذاری. تو نمایندگی هم 2 مدل داره، یکی سایز کوچیکه، یکی سایز بزرگه که این سایز بزرگش هم جنسش خوبه، همین که زیر آرنجه خوبیه، هم خب محفظه خوبی داره. 4 تا هم پورت USB اون پشت داره که سرنشینای عقب میتونن ازش استفاده کنن. و مورد دیگه که از قلم نندازم، یه باکسی هم نزدنده از خود شرکت من گرفتم، خیلی چیز باحالی بود. گرفتید شما هم میتونید ازش استفاده کنین. به این صورت درش وا میشه، میتونید داخلش حالا هر چی که دوست دارید رو بذارید. اول ما کردیم سنسوری پشت ماشینا. عقبش هم که سلطان جای سرگفله، اگه قدشون بلنده قشنگ راحت عقب جا میشن. کیفیت چرمش هم خدایی خوبه. کفایی هم موکته که من خودم دوست دارم، دیگه سه‌بعدیش نکردم. برای زمانی که بارون و اینا میاد سه‌بعدی خوبه، ولی زمانی که بارون نیاد خداییش خوبه. موکت خیلی حس بهتری میده. یه دونه هم پشت‌نشین داشت که اونم صندوق بود. پشت‌نشینه هم باحال بود. حالا من که به کارم نمیاد ولی خیلی هم هستن که ازش استفاده میکنن. سانروف اینا که خبری نیست. یه چراغ سقفی بالا داریم. کلا